دنیا چی است؟ پاچه‌ای بری تو داده شد چی است؟ متاع ناچیز 4 روزه، دیگر روز نفست برآمده، هیچ چیزم برات باقی نمانده، هیچ چیزم. بالله قسم، الله دیگم دین در قلب انسان محبوب بسازه، آخرت محبوب بسازه، ارزش آخرت و دین الله در قلب انسان جابجا بکنه. اگر کل پاچایی را کسی برای من اعلان بکنه اگر برابر 1 ساعت ترجمه خود بدم، 1 ساعت ترجمه کل دنیا چی است؟ دنیا چقدر وفاداری داره؟ ایره بر شما میگم بیادران، الله است در سخت امتحان ما و شما را قرار میده. اتور دنیا سرت میاد ملاق میزنه که پرسان نکن، موج بحر وار پیسی آرام سرت میاد الله امتحانت میکنه که تو باش بندیم چقدر پختگی داره، چقدر به تسلیم است، چقدرش علاقه و رابطه داره. هر انسان الله امتحان میکنه، یادتان باشه. لیکن خود گم نکنی، الله را گم نکنی، آن چیزی که ضرورتتان است آخرت گم نکنی، کمی در یاد ازو باشه. این مهم است. علما، ما علم هستم، خب وظیفه‌ام برام داده شود، خیلی خوب، حقیقت پنهان کنم از مردم که تو باش یک چند روز سر از جا بچلم، نانم سر از جا باشه. تا که الله برای من دست نداده که کار کنم، زحمت بکشم، محنت بکنم. چقدر مزه میده کدام نانی که به اولی دست به عرق ریزی در دست آدم میاد، چقدر لذت داره. یاد کتاب الله تحریف میکردن، یا لفظا زیادت و نقصان میکردن، یا معنن. در یه امت هم همونطور علما هست، برای که حدیث ها را زیادت کردن. وأكون في عمل التطوع